سلام عزیزای دل، خوش آمدید میگم شما را به برنامه امروز ما. امروز آچار یا ترشی اوری جور کردیم که بر زمستان خیلی عالی است. قسمتی را تصویر میبینید این دانه های اوری است که ما اینا کوبیدیمش پودرش کشیدیم و همچنان مواد لازم دیگه کدو، زردک، کرم، بانجان سیاه، مرچ، سیر که ما از این مواد استفاده کردیم. شما میتونید به دلخواه خودتان از دیگه مواد هم استفاده کنید که تمام مواد را جدا جدا جوش میتیم، چون بعضی مواد به وقت کم ضرورت دارن، بعضی هاش به وقت زیاد ضرورت دارن که نرم شود. تمام مواد که جوش داده شد در یک چلو صاف کشیده میگذاریم که تمام آبش بره. مدت 5 یا 6 ساعت میمانیم. بعد از 5-6 ساعت ما می اوری را با نمک گرد میکنیم، یک جای مخلوطش میکنیم و ظرف در نظر میگیریم. اول پایین ظرف از مواد اوری و نمک پاش میتیم که ظرف ما اوری و نمک داشته باشه در پایین. بعد مواد اضافه میکنیم و در هر لایی که ما یک لا مواد اضافه میکنیم یک لا هم اوری و نمک اضافه میکنیم که تمام مواد خوب اوری را و نمک جذب کنه. و در این قسمت هم بانجانا چون ما توتای خوب نکردیم به او خاطر داخلش هم اوری انداختیم که خوب جذب شود اوری. ایره میمانیم مدت یک شبانه روز. بعد از یک شبانه روز آب جوش میتیم دوباره سرد شود. خیلی سرد هم نه که در یخچال بانیم، فقط در فضای خانه. و سیر و مرچ ما از مکسر کشیدیم و همچنان مرچ دلمه را به خاطر زیباییش و خوشمزگیش توته کردیم و آب اضافه میکنیم. بعد از مدت 2 هفته آماده خوردن است که یکی از ترشی های دلخواه خودم است که در زمستان خیلی خوب است، گرمتر است نسبت به ترشی سرکه. دوستای عزیز، این بود برنامه امروز ما. خدا کنه که خوشتان آمده باشد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.